سلام خدمت شما دوستان عزیز. دیوید بهایی هستم با یک آموزش درباره ویدیوهای شورت که به یوتیوب آپلود میکنیم. در واقع هیچ قانون و یا ترفند خاصی برای وایرال شدن ویدیوی شورت وجود ندارد. بعضی ها ویدیو میگذارند با بهترین عنوان ها که مثلا راز وایرال شدن ویدیو شورت یا راز ویدیوی میلیونی در یوتیوب ها، فقط این کار انجام میده. یا اینکه بدون زحمت چگونه شورت هایی بسازیم که هر بار وایرال شوند، و یا عنوان هایی را میبینیم که رازهای بازدید بالا ویدیو شورت چگونه است. اینا فقط عنوان های جذاب است برای در واقع وایرال جمع کردن و ویو گرفتن. هیچ ترفند و کار خاصی برای ویدیو شورت وجود ندارد. به نظر من فقط چند تا نکته مهم است که رعایت کردن این نکات برای وایرال شدن ویدیو شورت کمک میکنه. 1. استفاده از ترندها. از ترندهای روز استفاده کن تا ویدیو بیشتر دیده بشه. 2. کیفیت خوب. ویدیویی که میسازیم باید کیفیت و صدای خوب داشته باشه. 3. تعامل با مخاطب. باید مخاطب رو درگیر کنی و ازشون بخوای که ویدیو رو شیر کنن. 4. استفاده از هشتگ. استفاده از هشتگ های مناسب و مرتبط باعث دید بیشتر ویدیو میشه. 5. انتظار منظم. ویدیوهای خودت رو منظم منتشر کن، یعنی باید هفته 2 یا 3 یا بیشتر از 3 یا کمتر از 2 ویدیو آپلود کنی. این باعث میشه مخاطبانت حفظ بشه. 6. صبر و حوصله. بعد از آپلود ویدیو باید صبر داشته باشیم تا یوتیوب ویدیوهایی که آپلود کردیم را بررسی کنه و به دیگران پیشنهاد بدهد. و کارهای دیگه هم هست مثل عنوان و توضیح خوب که باعث وایرال شدن ویدیو و ویو گرفتن میشه. باید عنوان خوب و مناسب با ویدیو و همچنین توضیح خوب و مناسب با ویدیویی که میخوایم آپلود کنیم بنویسیم بگذاریم. این کارها رو در هر ویدیویی انجام میدید، چی شورت چی غیر شورت. ویدیوت وایرال میشه، بازدید خوبی میگیری و خوب رشد میکنه. اگر از این آموزش خوشتان آمد، برای شما مفید بود، کانال ما را لایک و سابسکرایب نمایید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدارتان باشد.